بیاین با هم کیکی که پست قبل آموزشش رو گذاشتم رو فیلم رو خامه کشی کنیم. برای برش کیک احتیاج به یک چاقوی اره‌ای داریم که یک خط فرضی روی کیکمون ایجاد می‌کنیم و کم کم به سمت جلو هدایتش می‌کنیم. چاقوتون رو صاف بکنید و عالی برش نکنید. صدای اسفنجش رو گوش کن. اگر هنوز دستور راحتی برای کیک اسفنجی پیدا نکردید حتما پست قبل رو ببینید. برای فیلم برداری ابتدا روی زیرکیکتون رو یه مقدار خامه بزنید که کیکتون فیکس باشه و تکون نخوره. کیکتون رو یه مقدار مرطوب کنید. من از شیر و به کارامل استفاده کردم. مقدار خامه روی سطح کیک میزنید کاملا صافش کنید. دور تا دور کیکتون رو با خامه یک دیواره ایجاد کنید و مواد فیلم رو وسطش بریزید. من برای فیلم که از مازوریتی و شکلات چیز استفاده کردم. حالا یه مقدار دیگه خامه می‌ریزید و کاملا با خالص سطحش رو صاف می‌کنید. برای بعدی که روش قرار میدید همه این مراحلی که گفتم رو دوباره انجام میدید و رایگان هم که نیازی به مرطوب کردن نداره. من این کیک رو تو قالب قطر 18 درست کردم که تقریبا 1.5 کیلو به من کیک میده. برای مقدار خامه هم شما باید کیکتون رو وزن کنین و 2 برابر وزن کیکتون به خامه احتیاج دارین. نصفش رو برای فیلینگ و آسترکشی و نصف دیگه‌اش رو برای خامه کشی نهایی استفاده میکنین. کیک من نیم کیلو بود و مقدار خامه که استفاده کردم 1 کیلو. بهتره که بعد از آسترکشی کیک رو به مدت 1 ساعت داخل یخچال استراحت بدین و بعد خامه کشی کنیم. نکته مهم در مورد فرم دادن خامه این که همه خامه‌تون رو به یک بار فرم ندید. اول خامه‌ای رو که برای فیلینگ لازم دارین فرم بدین. برای خامه کشی هم همون لحظه که میخواین خامه کشی نهایی رو انجام بدید. برای شکلاتی شدن خامه من ابتدا خامه رو فرم دادم و بعد روش پودر کاکائو الک کردم. در نهایت هم پالتتون رو با آب داغ خیس کنید یا روی خامه آب اسپری کنید. این کار باعث میشه که سطح خامه‌تون صاف‌تر در بیاد. برای تزیین روش هم من از ماسوره یک شکوفه استفاده کردم. اگر از این آموزش خوشتون اومد لایک و سیو و اشتراک گذاری یادتون نره. دوستتون دارم.